راز کدهای پنهان ثروت. تا حالا از خودت پرسیدی چرا هر چقدر بیشتر تلاش می‌کنی کمتر نتیجه می‌گیری؟ انگار یک سقف نامرئی جلوی پیشرفتت رو گرفته. حقیقت اینه که مشکل در دنیای بیرون نیست، مشکل در کدهای بیداری ذهن توئه. ذهن تو مثل یک نرم افزار برنامه‌ریزی شده. اگه توی کدهای زیرین مغزت نوشته شده باشه پول کثیفه یا ثروتمند شدن برای من نیست، تو هرگز به ثروت نمیرسی، چون ذهن تو به طور ناخودآگاه راه ورود پول رو میبنده. برای اینکه فرمانروای اقتصاد زندگیت باشی، باید کدهای فقر رو دیلیت کنی و کدهای فراوانی رو جایگزین کنی. بیداری مالی یعنی بفهمی ثروت قبل از اینکه توی حساب بانکیت باشد باید توی ذهنت ساخته شود. تو برای ثروتمند شدن به دنیا آمدی، فقط باید بلد باشی چطوری قفل‌های ذهنیت را باز کنی. آماده کدهای قدیمی رو بشکنی. همین الان برام بنویس من بیدارم تا مسیر جدید رو شروع کنیم و برای باز کردن بقیه کدهای ثروت، سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکن.